سلام علیکم دوستان عزیز. امیدوارم همه شما خوب هستید، همیشه خوب مانید. امروز ولاگ ما سر میشد از پختنی همین رگالیک ملایمی با مزه و آش پلوی تاجیکی. به ما لازم است 300 میلی گرم روغن، 200 میلی گرم روغن الینه، 100 میلی گرم روغن صغیر. ناز اینه داغ میکنیم و به ما لازم است من بیخی سبزی زرد و سرخ کردم برای با مزه آمدنش. 3 دانه پیاز. اول پیاز رو جارید میکنیم برای اینکه من آش بریده میکردگی بودم، برای همین من اول پیازش نغز جارید میکنم، ثانی گوشت همراه میکنم دخترها. در اینجا دخترها پیازی ما سرخ شد. اکنون گوشت همراه کرده نغز گوشت سرخ میکنیم. من گوشت ما همراه کردم دخترها، نغز سرخ کرده، بعد سبزی همراه کرده نغز میزیر بانیم. من بیخی زرد اول می اندازم، به بالایش کمتر بیخی سرخ همراه کرده. ماندگی سبزی همای به آبش می اندازم. در اینجا دخترها من سبزی های انداختم. من نغز جارید کردم. من برینجا ما گرفتم. من برینجی من همین با آن می کاسچه من 2 کاسچه چین کردم برای 300 میلی گرم روغن. من همینطور من گرونجه گرفته ازش تر میکنیم دخترها. من زیر بکی ما نغز جارید شده است. من این سبزی من کمتر شکسته ماندم برای آب همراه کردنش. من زیر بکامون نقش جاری شده است. من برینجای تر کرده ماندم دخترها. این از زیر بک نکرم پیش من در وقت زیر بک کردم تر میکنم دخترها، برای که گرونجی ما دیو زیره بود برای همین تر میکنم دخترها. من زیر بکی ما شد، من آب همراه کردم، آب ریختم. اکنون بیخی همراه میکنیم، سبزی همراه میکنیم. باز یک ساعت دیگر میجوشد. بعد آشمان را دم میکنیم دخترها. اگر یکان سوالو درخواستتان باشد به توی کامنتاری نویسیدن، فکر و قیده خودتان نویسیدن، سوالاتان باشد نویسیدن، یکان ریسیپتای کم خرج و آسان باشد نویسیدن. من حتما دخترها تیار میکنم ولاگای جالب در پیش دخترها همراه. باز یکان نمود
های تیار میکنیم، پیچانی یکان شیدیدی سلات های تیار میکنیم دخترها. من زیربکی مایم شد، من نمک همراه کردم. من برنج نخ شسته حاضر دم میکنم. گرونجاما دیوزیر برای دیوزیر سخت نامدنش من تا گرونج گار کردنش من آب ریختم. من زیربکامون ناز جوشیده است. در وقتی دم کردن دخترها ولاگی ما سینیمن نشده است. اوز من آشی ما دم خورد. من آشو میکشیم. ما آشو کشیده ایستادیم دخترها. مرحمت به شما. اشتهی های صاف با ما نیست، اشتهی های صاف. من آشی ما تیار شد. آش خیلی ملایمی با مزه آمد. حتما تیار کنید با رسیپت های ما. کانالی ما دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما لایک و پرسمات شود دخترها. من در اینجا من رگالکی ملایم کردم. من در اینجا تворог 200 گرم، راستیتینی مسلو 50 گرم، من 10 گرم رازریخ ریتیل دخترها 10 گرم رازریخ ریتیل هم همراه کردم. اگر شما خواهید به قبطش شکر اندازید هم میشد. من برای خمیر چاشیده بعد رگالیک راست کردم برای با مزه شدنش. من شما هم خیلی کنید، حتما تیار کنید دخترها، خیلی به مزه بیاد. من آردم هم مداخل کردم. رحمت دخترها برای دستگیری هاتون، رحمت برای لایک و پرسماتراتون. من خمیری ما تیار شد. من این خمیر نیم ساعت به یختا میمانم. باز پیساچنی نقص بیاد دخترها، حتما تیار کنید. پشیمان نمیشوید. من این رسیپت چندمین بار تیار کردم. حتما تیار کنید.
در همینجا دخترها من شکر پاشیده با کتاقه انا مینتر میکشم. من شکرش بسیار تر کنید با بیمزه نبیاد. دخترها حتما تیار کنید، خیلی به مزه بیاد. انا همینطور کشاده با قسم ها جدا کرده رگالیک میپیچانیم. من همینطور میبریم دخترها. من همینطور پیچانده. من همینطور میپیچانیم. دخترها. شما میخواهید دیگر خیلی نمود هم پیچانید میشود. من دخترها رگالی که ما تیار شد خیلی به مزه آمد. حتما تیار کنید، پشیمان نمیشوید. من رگالی خیلی ملای مکامل. ویدیوهای ما دخترها دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. اگر خواهید ریسیپت های آسان و کم خرج شود به توی کامنتاری ها نویسید، حتما تیار میکنم.
خیر در پناه الله مهربان باشید تا ولاقای آینده. خیر.